خب بچه ها، در ادامه بحث کار میدان الکتریکی میپردازیم به یک مثال ساده که کار میدان رو به خوبی درک کنید و بعد میریم سراغ ارتباط میدان و انرژی پتانسیل. با توجه به شکل زیر کار میدان را در هر مسیر به دست آورید. باری که به ما داده مثبت، مقدار میدان رو به ما داده و طول هر مسیر رو به ما گفته چقدره. پس بار از نقطه A به نقطه B رفته و از B رفته به C و بعد از C رفته به کجا؟ به D. ببین این خود سواله، FEI ها جز سوال نیستن، اینو رسم میکنیم بعداً در طول حل سوال. خب دقت کنید بچه ها، بار چیه؟ مثبت. وقتی که بار مثبت باشه پس نیروی وارد بر بار هم جهت با میدان میشه. چجوری رسمش میکنم؟ اون مسیری که سوال بهت داده رو در نظر بگیر، مثلا قسمت اول A تا B، دیگه به بقیه مسیر کاری نداشته باش اصلا. شروع بردار F رو روی نقطه شروع مسیر بذار. شروع بردار رو روی نقطه شروع بذار. حالا نگاه کن، بار من مثبته، پس در جهت میدان پیش میریم. حالا این رنگ قرمز جابجایی هست، رنگ سیاه FEI هست. زاویه بین این دوتا میشه چند درجه؟ میشه 0 درجه. بعد رابطه رو می نویسیم. دقت کنید بچه ها، این سوال 3 مرحله است. لطفاً در هر 3 مرحله شما فرمول مربوط به کار میدان رو بنویسید به خاطر مسلط شدن به فرمول. WE مساوی میشه با E قدر مطلق Q D کوسینوس تتا. جایگزین میکنیم. WE میشه 8 ضرب در 10 به توان 5، تبدیل واحد نیاز نداره. 5 ضرب در میکرو 10 به توان منفی 6 ضرب در مسیر آب 10 سانتی متره. 10 رو می نویسم، سانتی 10 به توان چنده؟ منفی 2. خب کوسینوس صفر میشه چند؟ میشه 1. حالا این ضرب رو چطوری انجام بدم؟ 8 ضرب در 5 میشه 40. حالا این 10 ها یکی از پایه ها رو می نویسی، توان ها رو با هم جمع میزنی. 5 و منفی 6 میشه منفی 1 با منفی 2 میشه منفی 3 ژول. بریم سراغ مسیر بعدی، مسیر BC هست. توی مسیر BC نگاه کنید بچه ها، مسیر BC این مسیره. خب شروع مسیر رو دوباره در نظر بگیرید و اونجا FEI رو رسم کنید. بار همچنان مثبت، FEI در جهت میدان. خب دقت کنید بچه ها، نگاه کنید این بردار موازی با این برداره. خب این خط با این بردار چه زاویه‌ای ساخته؟ 30 درجه. طبق قانون خطوط موازی و یک خط مورب، پس این زاویه و این زاویه هم چند درجه؟ 30 درجه. یعنی با هم چی هن؟ برابر هستن. پس تتا مساوی با 30 درجه. کوسینوس 30 هم رادیکال 3/2 و جایگزین میکنیم. WE میشه E قدر مطلق Q D کوسینوس تتا. توی رابطه قرار میدیم. مقدار ای همون قبلی است، مقدار بار هم همینطور. 8 ضرب در 10 به توان منفی 2 به خاطر سانتیش، اینم کوسینوسشه. ضرب رو انجام میدیم. 5 ضرب در 5 میشه 25 ضرب در 4 میشه 100. 100 یعنی همون 10 به توان 2. یه 10 به توان منفی 3 هم از این ستا داریم، جوابش میشه 10 به توان منفی 1 رادیکال 3 هم داریم. جواب آخر میشه 10 به توان منفی 1 رادیکال 3 ژول. پس مسیر B3 هم حساب شد. حالا میریم سراغ مسیر DC. نگاه کنید مسیر DC اینه. در واقع از C میریم به D، از C میریم به D. در ابتدای مسیر FEI رو هم جهت میدان میکشیم چون بار مثبته. زاویه بین این دوتا یعنی ابتدای جابجایی و ابتدای FEI 90 درجه است. پس تتای مورد نظر من میشه 90 درجه. کوسینوس 90 هم میشه 0. حالا توی رابطه جایگزین میکنید، چون کوسینوس 90 صفره پس کار کل برابر میشه با 0.